نیست، تو اگر بلد نیستی حق نداری او رو نهی از منکر بکنی، حتی با زبونت هم حق نداری. چطور حق نداری؟ به خاطر اینکه خراب میکنی دیگه. دیدی خراب کردی، دیدی به جای اینکه او رو درست بشه تو رو از ماشین انداختن، تازه تو رو از ماشین انداختن پایین. این که خیلی ساده بود. اون جوانی که داشت سر خیابون نمیدونم به یه دخترکی متلک میگفت، یه جوان دیگه به خیال اینکه بره نهی از منکر بکنه، مثلا من بسیجی هم وظیفه‌م اینه، رفته با اون گلاویز شده، اونم چاقو در آورده زده اینو کشته، بعدن اونم گرفتن اعدامش کردن. یعنی چی شده؟ یعنی یک منکر در حد مطلق گویی تبدیل شد به 2 قتل. یک منکر که نهی نشد، منکر تبدیل شد به انکر. چرا؟ چون تو بلد نبودی. تو اومدی به تعبیر عامیانه و ضرب المثل معروف ما ابرو رو درست کنی، زدی جفت چشای این بابارم کور کردی. کی به تو گفت تو این کارو بکنی؟ خانم تو خیال نکن اگر این کارو نکردی. آخه منم اوایل همین خیال همین تو کله ما کرده بودن که تو اگه یه خانم بی حجاب دیدی نهی از منکر نکردی، تو ایمانت ضعیفه، تو به وظیفه شرعیت عمل نکردی. نه خانم، تعالوا کلاس ببینید. من حدود 10 ساعت سخنرانی دارم راجع به این که اصلا نهی از منکر امر معروف یعنی چی. قرآن میگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، میگه یه گروهی باید این کارو بکنن. همچنان که همه کارا اینه. مثل یه کسی به آقا من خیلی دلم برای فیزیک میسوزه، میخوام یه خورده کارهای، من انرژی هسته‌ای رو خیلی دوست دارم، اجازه بدین منم بیام. من پرستاری رو دوست دارم، اجازه بدین منم بیام. شما پرستاری خوندی خانم، خب تو مریض رو میکشی. تو اگه بلد نبودی حتما مریض رو میکشی، بدترش میکنی اگه نکشی. لذا ببخشید، ما اگر پذیرفتیم که کار فرهنگی، حجاب یه مقوله فرهنگی است قبل از این که مقوله سرهنگی باشه،